شما همیشه داداشو بیشتر از من دوست داشتید. یکی از چالش هایی که تو خانواده های دو فرزند به بالا پدر و مادر زیاد باهاش سرکله میزنن، اعتراض یکی از فرزندان مبنی بر دوست داشتن بیشتر خواهر یا برادرش از خودشه و این جمله واسه پدر و مادر خیلی آزاردهنده است. اما این دیدگاه کودک و نوجوان از کجا شروع میشه؟ درست از وقتی که بچه دوم به دنیا میاد و پدر و مادر اولین لبخند واسه تولد بچه‌شون میزنن، این دیدگاه و تفکر تو ذهن کودک اول نقش میبنده که آقا دیگه منو دوست نداره. این اصلا تقصیر پدر و مادر نیست، این پدیده کاملا طبیعیه. اما در ادامه راه خیلی مهمه که پدر و مادر به کودک اول توجه و محبت به اندازه کافی داشته باشن تا این تفکر غلط کم کم بره به دوره خاموشی و از ذهنش پاک بشه. پس یادتون باشه که دیدگاه فرزندان با دیدگاه شما والدین بسیار متفاوته.